به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران ارجمندم. از الله متعال میخوام که تمام لحظات زندگیتون پر باشه از خوبی و خوشی. عزیزانم، بارها شنیدم افرادی میگن که تمام کشورهای اسلامی عقب افتاده هستند و کشورهای غیر اسلامی در حال پیشرفت و تکنولوژی. گویا میخوان بگن که مسلمان بودن و دنبال اسلام راه افتادن به منزله عقب افتادگی هست و باعث میشه که ما عقب افتاده باشیم. قبل از هر چیز این رو خدمتتون عرض بکنم که این ادعا نادرسته. ما اگر در مبحث توسعه به تقسیم بندی های انجام شده نگاه کنیم، متوجه میشیم که 3 حالت برای کشورهای مختلف دنیا در نظر گرفتن: کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته. خب بله، کشورهای توسعه یافته چند کشوری هستند که جزو کشورهای اسلامی نیستن. اما جالب بدونید در میان کشورهای در حال توسعه کشورهای مسلمان و غیر مسلمان وجود دارند و در بین کشورهای توسعه نیافته هم کشورهای مسلمان و غیر مسلمان وجود دارند. اگر ادعای افرادی که میگن کشورهای مسلمان از دم عقب افتاده هستند صحیح می بود، یعنی ادعای این افراد و سخنی که بیان میکنن صحیح می بود، باید تمام کشورهای اسلامی در حالت سوم جزو کشورهای توسعه نیافته می بودن و همه کشورهای دیگه در حال توسعه و توسعه یافته می بودن، در حالی که اینطوری نیست. در بین کشورهای در حال توسعه هم کشورهای اسلامی داریم و هم کشورهای غیر اسلامی. اگر اسلام مایه عقب ماندگی هست، چرا در بین کشورهای در حال توسعه کشورهای اسلامی داریم؟ و اگر غیر مسلمان بودن به منزله پیشرفت هست، چرا در بین کشورهای توسعه نیافته کشورهای غیر اسلامی داریم؟ لذا چون این چیزی صحت نداره بزرگواران. اما نکته دوم این هست که اصلا ما فرض میکنیم که تمام کشورهای اسلامی توسعه نیافته هستند. خب به هر حال این باید آسیب شناسی بشه، باید بررسی بشه، باید نگاه کرد ببینیم چرا اینطوریه. آیا قرآن فرموده سراغ توسعه نرید؟ آیا احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که سراغ توسعه نرید، سراغ علم نرید، سراغ تکنولوژی نرید؟ ما در آیینی هستیم، ما آیینی رو قبول داریم که الله متعال به قلم و به آنچه که می نویسه سوگند یاد کرده. خالق کائنات. خیلی مهمه شما در کدام مکتب دیگه، شما در کدام برنامه دیگه این رو میابید که خالقش، کسی که برنامه داده، کسی که، یعنی تصور بکنید در کدام مکتب خدا اینگونه به تصویر کشیده شده و رابطه خدا و علم اینگونه بیان شده که الله متعال، خب به هر حال این یک قسمی هست که نمادین مطرح شده و خیلی از موضوعات رو برای ما تداعی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم و ما یسطرون. سوگند به قلم و به آنچه که می نویسه. لذا عزیزانم، اگر کشورهای اسلامی به اون قله نرسیدن، به اوج نرسیدن، به دلیل این هست که اون شاخصه هایی که برای رسیدن به توسعه لازم هست رو خودشون انجام ندادن. نه اینکه اسلام مانع اونها باشه، نه اینکه اسلام این رو نخواد. من بارها یک مثال رو بیان میکنم برای دوستانم، برای عزیزانم که این مباحث مطرح میشه. میگم ما از فردا تمام مساجد رو میبندیم، اجازه نمیدیم دیگه اذان گفته بشه، اجازه نمیدیم دیگه کسی نماز بخونه. آیا ما بلا فاصله به پیشرفت میرسیم؟ خیر، باید تلاش بکنیم، باید کوشش انجام بدیم، باید شاخصه هایی که باعث ایجاد توسعه میشه اونها رو به ثمر برسونیم
و مواردی از این دست. خب چرا با حذف اسلام سراغ اینها بریم؟ چرا با وجود اسلام سراغ اینها نریم؟ آیا اسلام مانع هست؟ متاسفانه افرادی تاریخ علم رو میخونن، مشاهده میکنن که در قرون وسطا با علوم و با پیشرفت و با این مسائل مخالفت شده، تصور میکنن این برای اسلام هم صدق میکنه، در حالی که مسیحیت صحیح هم این نبوده. آنچه حاکمیت کلیسا در قرون وسطا انجام میداد تحریفاتی بوده که وارد مسیحیت شده، وگرنه امکان نداره آیینی که خداوند متعال بفرسته این گونه باشه. لذا اسلام به عنوان آیین تحریف ناپذیر الله متعال، قرآن به عنوان کلام الله متعال که تحریف ناپذیره، هرگز چنین چیزی در اون وجود نداره و به این نتیجه میرسیم که این ادعا نادرسته که افرادی میگن کشورهای اسلامی فلانن و کشورهای غیر اسلامی این گونه هستن. امیدوارم در این هوای زیبای بارانی که ما حضور داریم و برای ضبط اومدیم، اما الله متعال این باران زیبا رو فرستاده، شما هم اندیشه هاتون مانند این باران زیبا باشه، اندیشه هاتون مانند این باران زلال باشه و به زیبایی در مورد این موضوعات تفکر بفرمایید. تا برنامه دیگر همه شما رو به الله متعال میسپارم.